بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. برادران بزرگوار، عزیزان، دوستان و یاران و شیفتگان حضرت مولانای انصاری، مولانای شهید، مولانای قرقرخون، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. به اجازه علمای بزرگوار من قصد صحبت را ندارم، فقط پیامی از طرف مولانای شهید برای شما عزیزان دارم. مولانای شهید همیشه می گفت که من آرزوی شهادت را دارم و امروز من به نمایندگی فامیل رنج دیده و غم دیده انصاریان افتخار می کنم که مولانا انصاری به همان آرزوهایی که داشت، به همان مرامی که داشت، به همان مقصدی که داشت، الله متعال او را رساند و شهادت این فرزند ارجمند خود را به همه شما عزیزان، به ملت بزرگ شهید پرور هرات، به تمام مردم افغانستان تبریک میگویم و امیدوارم که خون پاک این عزیزمان انشاءالله سرآغاز امن و امنیت و جاودانی در افغانستان گردد. پیامی دارم خدمت عزیز خود که در نزدیکترین ما و شما در پشت این دیوار در کنار مزار حضرت خواجه دفن است. برای آن شهید میگویم که عزیز من، برادرزاده من، فرزند دلبند من، آرام بخواب و آرام باش. وظیفت را انجام دادی. 20 سال 21 سال در منبر خواجه عبدالله انصار حق گفتی و از حق طرفداری کردی و تسلیم به هیچ قدرتی به هیچ کشوری، به هیچ زرگویی، به هیچ پولداری، به هیچ ناروایی نشدی و راه خدا و راه الهی کلمت الله را پیش بردی و تا خود را در روز جمعه مبارک در راه نماز جمعه جان خود را به طبق اخلاص طبق فرموده خودش که می گفت یک جان دارم به طبق اخلاص می گذارم و می خواهم در روز قیامت سرخروی باشم. عزیز من، چهره زیبای تو با خون تو تر شد، چشمای زیبای تو با خون تو تر شد، اما آرام بخواب که راهی که رفته بودی قسم به ذات خدا است که ادامه دارد. اگر رهروان تو زیادن، ما تا جان داشته باشیم، تا رمق در جان من باشد و تمام فامیل انصاریان، دوستان، عزیزانی که رهروان تو بودم، چراغ راه تو را خاموش نخواهم کرد. این مدرسه و خانقای تو، این دارالیتام و یتیمای تو، اینها ادامه دارد. اینها انشاءالله تعالی به فضل خدا و به یاری خدا جل جلاله انشاءالله تا زنده باشیم ادامه خواهد داشت و تو در قلب آرام بخواب. دو تا پیامم دارم. یک پیام دارم به جناب مولانای عزیز شهید
و شهدای همراهش. اونها دیشب میمان سید الشهدا بودند، میمان حضرت حمزه و حضرت حسین بودند. اما بدا به حال تو پلیت کاسلیس یهود و نصارا و امریکا. خیلی غیرت کردی، کی را به شهادت رسوندی؟ کسی که اله کلمت الله میکرد، کسی که حق میگفت، کسی که قرآن و تفسیر و حدیث را به ملت مسلمان میرسان. بسیار شهامت کردی، اما بدا به حال تو که تو خبیث با تمام تا دار و دسته و کاسه لسان شما همراه فرعون و فرعونیان و ابو جهل در یک جا خواهیم بود. در اخیر از تمام ملت هرات، از تمام ملت افغانستان، از علمای بزرگوار، از مردمان کسب کار، از تجار، از بخش معارف، از بخش صحت عامه، از بعضی اگر از قید و قلم میمانه بسیار رضاخواهی میکنم کافتاً از تمام ملت افغانستان که از پریروز با ما غم شریکی کردند، خود را به غم ما شریک دانستند، اشک ریختندند. الله متعال به همهشان اجر عظیم عنایت کند. از برادران عزیز و مهمانانی که از مرکز افغانستان، از کابل تشریف آوردند، از قندهار تشریف آوردند، از ولایت‌های نیمروز و زابل و فراه و مزار شریف تشریف آوردند، از هر جایی که تشریف آوردند قدمشان به چشم خداوند جل جلاله برایشان مزد عظیم عنایت کند. علما بسیار تشریف آوردند، از نمایندگی‌های سیاسی کشورهای اسلامی که در هرات حضور دارند غم شریکی کردند، پیام تسلیت دادند، پیام همدردی. از اونها هم تشکر میکنم. در اخیر از همه ملت، از همه جوانان، از پیروان مولانای شهید، از عزیزانی که عاشق مولانا بودند، از کسانی که سالیان سال در این منبر، در زیر منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحبت‌های مولانا تکبیر کفر شکن گفتن، برای ایشانم تسلیت میگم. خدای جل جلاله به همه ما و شما صبر عنایت کند. الله متعال این شهید عزیز ما و شما را، این شهدای همراهش را در جنت و فردوس، در اعلای علیین قرار بدهد و راه این عزیزان ان شاء الله ادامه دارد و راهشان پر رهرو است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.